نفر با نام نقیب‌الله دهقانزاده روز 9 نوامبر سال 2023 در یک پیام ویدیویی ادعا کرده است که او سرپرست کنسولگری افغانستان در شهر خوروغ مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان می باشد و به این مقام از جانب وزارت کارهای خارجه امارت اسلامی افغانستان یعنی از جانب طالبان تعیین شده است. این ویدیو دهقانزاده را حفیظ ضیا سعدی یکی از سخنگویان وزارت خارجه طالبان در صحیفه‌اش در شبکه توییتر نشر کرد. نشر ویدیوی سرپرست کنسولخانه افغانستان در خوروغ در حالی است که ژنرال ظاهر اکبر سفیر افغانستان در دوشنبه که از جانب حکومت قبلی افغانستان اشرف غنی تعیین شده بود قبلا گفته بود که کنسولگری کشور در خوروغ به دلیل نبودن امکانات اقتصادی از کار مانده است. اما نقیب‌الله دهقانزاده در ویدیوش ادعای ژنرال اکبر درباره گویا از کار باز ماندن کنسولخانه افغانستان در شهر خوروغ را همچون اظهارات غیر مسئولانه و دور از حقیقت رد کرده میگوید که کنسولخانه افغانستان در خوروغ به صورت مستقل و مستقیما تحت پشتیبانی و هدایت‌های وزارت خارجه امارات اسلامی یعنی طالبان مطابق اصول و صلاحیت‌های قانونی خویش فعالیت نموده و خدمات کنسولی را ارائه می نماید. نقیب‌الله دهقانزاده می گوید دامنه فعالیت‌های کنسولخانه خوروغ در این اواخر در ارائه خدمات به مثل صدور شناسنامه‌ها و دادن ویزا گسترش یافته است. دهقانزاده همین طور دوباره با شدن بازارهای نزد مرزی یکی دیگر از موفقیت‌های کنسولخانه افغانستان در خوروغ نامید و گفت در بخش‌های بارکشانی، تجارت، مسائل مرزی و زندانیان نیز با جانب تاجیکستان هماهنگی وجود دارد. در حقیقت در اول ماه سپتامبر سال 2023 تقریبا همه بازارهای نزد مرزی در مرز دو کشور یعنی بدخشان تاجیکستان و بدخشان افغانستان بار اول بعد به قدرت رسیدن طالبان دیگر باره باز شدند و برخی ناظران این را از نخستین علامت‌های شروع تماس‌ها بین دوشنبه و رژیم طالبان معنی داد کردند. در حالی که بسیار از قدرت‌های بزرگ منطقه جمله روسیه و ایران امور سفارت‌های افغانستان را در کشورهای خود به دست دیپلمات‌های از جانب طالبان فرستاده شده سپردند و دیپلمات‌های حکومت قبلی را از این سفارتخانه‌ها بیرون انداختند، در تاجیکستان تا کنون امور سفارت افغانستان را ژنرال ظاهر اکبر در دست دارد. ژنرال اکبر هنوز از جانب حکومت قبلی افغانستان به حیث سفیر اعزام شده بود و حکومت نو طالبان را اصولا قبول ندارد. او چند روز قبل در نشست خبریش در دوشنبه نامه طالبان درباره تعیین یک نفر آنها به مقام کاتب اول سفارت افغانستان در تاجیکستان را در حضور خبرنگاران پاره کرده و گفت حکومت طالبان برای سفارتی که او رهبرش است یگان مشروعیت ندارد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان تا کنون این ادعای دهقانزاده درباره از جانب طالبان تعیین شدنش به مقام سرپرست این کنسولخانه را شرح نداده است.